بکند، برادرش حقارت بکند، زنش میزند. جوان گفته خودکشی کرد، خواهرش قتی رسید، هوای در حالت مستی بود. اگر من هوشیار می بود نخواد که آدم دست خواهرش قپد. بد اخلاقی در آزار پدر و مادر، در عرق نوشی و زناگاری گذراندن، اونها را جاشان زندانی پر عذاب دوزخ. با ایمان شخصی که میگه من مسلمانم باید عرق ننوشد. عزیزان من، اور مسلمانی فقط یک نام نیست. مسلمان باید تابع فرمان خدا در مادری که خودش بد اخلاق باشد، پدری که خودش میزنه باشد، وای فرزند نمیتواند به جامعه در حالت مستی است که بسیار صغیر بچه ها از پدر و مادرشان صغیره موند ایستادی‌اند. تمام انسان هایی که در زیر خاکند اونها را از نو برای حساب کتاب زنده میگرداند. مانند که حکومتدارای امروزان، کسانی که با حکومت مهلت حلال کنند مکافاتشان میدهند. شخصی عرق نوش اخلاق خوب ندارد، بین در حالت مستی پدرش حقارت بکند، برادرش حقارت بکند، زنش میزند، زنش آزار میدهد، کودکاش آزار میدهد. بنابراین این کار نکنید. خصوصا جوانایی که فرزنددار بشوید، فرزندای شما 3 ساله و 4 ساله میشود، پدر و مادری که خودش بد اخلاق باشد، پدری که خودش میزنه باشد، وای فرزند میتواند به جامعه که فرزند صالح باشد. جناب حضرت معنی میگد گر شوی سرخوش تو اینجا از شراب، میچشی در دوزخ انواع عذاب. کسی که در این دنیا یک لحظه هم باشه خوش با نوشیدن عرق خرسند میکنه، و فردا در پیشگاه خدا عذاب جانگداز رو میکشد. عزیزان من، دنیا این تو نیست. همین ما و شما روز پیشگاه خدا میریم، ببینه هر روز تابوت رو به قبرستان میبریم، چی جوان و چی پیر، روز با ما هم میریم. اما این رفتن در قبرستان پوسیده نابود شدن نیست. این رفتن از این دنیا به سرای آخرت است. روزی که این عالم به پایان رسید، پروردگار تمام انسان هایی که در زیر خاکند اونها را از نو برای حساب کتاب زنده میگرداند. آن دنیا را دنیای آخرت میگویند که او 2 جا دارد، یا جنت است یا دوزخ است. بندگانی که در این دنیا ایمانی به خدا داشتند، 5 وقت نمازشان خواندند، پدر و مادرشان احترام کردند، اونها را قرارگاهشان جنت است. اما کسانی که عمر خود در بد اخلاقی، در آزار پدر و مادر، در عرق نوشی و زناگاری گذراندند، اونها را جاشان زندانی پر عذاب دوزخ است. مانند که حکومتدارای امروزان، کسانی که با حکومت مهلت حلال کنند مکافاتشان میدهند، و کسانی که جنایت کنند زندانشان میکنند، پروردگار هم بنده هاش این تو پرداخت. اطاعتکاراشان جنت میبرند مکافات میدهند، جنایتکاراشان زندان دوزخ عذاب میکنند. بنابراین باید این اندیشه کرد. حضرت حسن بصری میگوید عجیب تو لاقوام امروا بالزاد و نودوا بالرحیل و هم یلعبون. من تعجب میکنم از آدم هایی که اونها را خدا امر کرده است که برای سفری در پیش ایستاده توشه تیار کن که فردا پس فردا میروی، اما اینها این امر خدا را فراموش کرده، عمرشان به بازی و به مستی گذرانده ایستاده. جوانای عزیز، بنابر گوش اندازه عرق از نظر اسلام چه حکم دارد؟ عرق گفته چی میگن؟ عرق هر چیزی که مست کننده است او را عرق میگویند. چیزی که بعد از نوشیدن مست کند، عقل ما را از بین برد، چی گفتن ما ندانیم، چی کار کردن ما ندانیم، این عرق میگویند. برابر است که نوشابه باشد، نوشاکی مثل من سپیرتو یا کنیک یا شامپانزه یا دیگر، یا اینکه از خاکه ها باشد مثل که امروز برآمده است گراین و نشه و با نوهای دیگرش که امروز دشمنان اسلام برآوردن برای انسانیت حیوان کردن، همش حرام است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از بالای منبر رسول اکرم و تمام امت اسلام اعلان داشتن که الخمر ما خامر العقل، خمر این عرق،
هر چیزی که عقل شما را از بین برد این عقل نمیبرد. بنابراین امروز جوانای خوب برای نوشیدن عرق حاجت ضرورت نیست، زیرا که انواع نوشابه ها برآمده است، نوشابه های حلال از شربت ها سر کرده با آبهای مینرالی هزارها نوعش برآمده است. بنابر حاجتی به نوشیدن آن زهر قتال نیست، حاجتی به نوشیدن او مادی منقوش کننده نیست، زیرا که این عرق، این نشه و گرایی، تمام جنایت هایی که در عالم امروز سر میزند سرچشمه‌اش از زمین دوست. باور کنید برای چه جوانهای ما بیرحمانه برادراشان میکشند؟ چون جوانهای یاشی ما خانه های مردم زر کرده میدرایند میکشند صاحبای خانه را. هر روز در تلویزیون اخباری که این ویدیو نگاه میکنیم، برای خاطر که مستند، برای خاطر در حالت مستی بیهوشی این کار اونها میکنند. از این سبب رسول اکرم الخمر ام الخبائث، عرق مادر تمام پلیدی هاست و جماع الاسم، سرچشمه همه گناهات گفتند. من همون جوانی گفتیم خودکشی کرد، خواهرش قتی رسید، هوای در حالت مستی بود. اگر باید هوشیار می بود نخواد که آدم دست خواهرش قپد، اگر باید هوشیار می بود نخواد که بالای خواهرش براد خواب رود. این است ایمان از بدن عرق جدا میکند. از این سبب رسول اکرم لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، عرق نمی نوشد کسی که عرق می نوشد و ایمان ندارد. گفتند شخصی با ایمان، شخصی که میگوید من مسلمانم، باید عرق ننوشد. عزیزان من، اور مسلمانی فقط یک نام نیست، مسلمان باید تابع فرمان خدا باشد، مسلمان باید فرمانبردار امر پیغمبرش باشد. اینه مسلمان میگویند. قرآن صراحتا ما و شما را خطاب میکند که فاجتنبوه لعلکم تفلحون، از عرق نوشی باز ایستید. اگر مبادا تا امروز میخورده باشه، بعد از شنیدن امر خدا باز ایستید، توبه کنید، خدا توبه را قبول میکند. توبه کنید، البته شما رستگاری مییابید. لیکن بعد از شنیدن حکم خدا هم از نوشیدن عرق باز نیستیم، از کشیدن گراین و نشه باز نیستیم. این صورت ایمان از بدن عرق نوش گراین کش جدا می شود. اگر این ضرر نمی داشت، امروز جامعه بشری بر ضد عرق و بر ضد گراین مبارزه اعلان نمی کرد. همان خدایی که انسان آفرید به طبیعت انسان چی مناسب است، در جسد انسان چی فایده‌ناک است، او را بر او رخصت داد و چی زهرآلود است و زیانکار است، او را منع کرده است. آخر عرق عقل از بین میبرد. در حالتی مستی است که بسیار جوانها از آینه هاشان جدا شده ایستادی‌اند. در حالتی مستی است که بسیار بچه ها از پدر و مادرشان صغیره موند ایستادی‌اند. هر روز خطا نکنم، اگر قریب هر روز سوال پیش من میرود جوان در حالت مستی زنش طلاق کرده است. ببینید چی ضرورت دارد؟ آخر همون پولی که عرق می نوشیم، همون پول در اگر خانه مانده شکر خریم بیاریم یا قند خریم بیاریم یا یک دو سه شکلات خریم بیاریم برای همسرمان و کودکامان، این خوبتر نیست؟ عرق نوشندش از ایمان جدا میکند. از نظر اسلام، از نظر فتوای علمای اسلام، در حالت مستی مردگی آدم جنازش درست نیست. رکبه رسول اکرم ایمان نداره گفتن خوب بعد از مست شدن توبه کند، او کارش دیگر است. لیکن در همه حالت مستی اگر مرده باشد او ایمان جنازش درست نیست. حضرت فضیل عیاض میگوید من یک شاگرد داشتم، خیلی جوان خوب بود، طالب علم بود. میگد همون جوان چند روز بیمار شد. برای خبر گرفتن او نزدیک او رفتم، میگوید خانهش رفتم. وقتی که رفتم بالای بسترش خواب دیدم که حالتی وزنین دارد، نفس کشی های باشمار است.
این سکرات میگویند. نزدش نشستم، از پیشانیش میگن خپیدم. آداب خبر گرفتن این است که باید شخصی بیمار از پیشانیش داشته شود و چه حال داری گویی پرسد. شخصی بیمار خبرگیر رسول اکرم تعلیم دادند. میگن دیدم که سکرات شد ایستاده، سکن نفس کشیش بازبین شد ایستاده است. بالاشت میگه تلقین شهادت کردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این کلمه است که در لحظه آخر برای هر یک مسلمان خواه مرد و خواه زن باید گفته شود. و یلقن الشهاده فقها میگویند یک بار گفتم، دو بار گفتم، اگر دید زبانش نگشت. سوم بار باز تکرار کردم میگه به امید آنکه در که اهل علم بود، به امید آنکه شاید آخرین سخنی که از این دنیا گوید همین کلمه شهادت باشد. اما وقتی که سیوم بار من تلقین شهادت کردم، میگن او جوان با یک نفرت به سوی من دست افشان که من این کلمه رو نمیگویم. نعوذ بالله. حضرت فضیل عیاض میگه خیلی زیخ شدم که خدایا این آخر بندی تو بود، این اهل قرآن بود، این چی کار کردی که از ایمان جداش کردی؟ در اون وقت بیزاری از کلمه نشانی از ایمان جدا شدن است. اگرچه فقها این جنازش میخوانن و حالت اعتبار به نمیگیرن، لیکن ظاهرش همین است. بگن حتی فضیل عیاض جنازش هم نرفتون، همین جوان جنازش هم نرفتون. میگه در که شاگرد بود این حالت از وای دیدم، کدام سیری در اینجا هست گویان جنازش نخوندم. میگه چند شب پس میگه در خوابم همین جوان در آمد. خواب اولیاها مانند بیداری است. دیدم که در دست و پاش زنجیرهای آتشین زدگی سوختی ایستاده است. گفتم ای فلان یا مسکین، بما نزع الله منک المعرفه، تو چی کم بودی داشتی؟ تو چی کار داشتی که خدا از تو ایمان جدا کرد؟ بدبخت تو آخه قرآن خوان بودی، تو نماز خوان بودی، تو چی کار میکردی در جای خلوت؟ تانی میگه گویا استاد بی علت، من یک بیماری درونی داشتم، نزد طبیب رفتم، برای دوایی به من سفارش داد که هر سال یک پیاله می می نوشید. اگر همین کار هر سال یک بار کنی در فصل بهار همین بیماری تو آیسته آیسته بهت می شود و الا تو دوا نداری. مانده که امروز بیمارای ما بیچاره به همه کار راضی هستند به خاطر این شفای او. او هم میگوید من خلوت هر سال یک بار یک پیاله عرق می نوشیدم، عادت من این بود. اما او قدر عمری ندیدم. وقتی که مرگ به من نزدیک شد، از جانب پروردگار سفارش شد که از این بنده ایمان شگیره که این حرام منه با وجود دانستن در دنیا استفاده می‌کنه. شمس الدین ذهبی میگوید ببین بنده خدا او بیچاره از روی ضرورت، از روی مجبوری عرق می نوشید به امید شفا. خدا وی از ایمان جدا کرد که در یک سال یک بار. چی از حال او بندگانی که هر روز می نوشند یا هر محفلی توی ده می نوشند، حالی باید چی میشن؟ نمبر جوانای خوب، خدا تا از این زهر قتال که فاسد کننده اخلاق است، فاسد کننده آیله است نگاه دارید. شخصی عرق نوش اخلاق خوب ندارد، بین در حالت مستی پدرش حقارت میکند، برادرش حقارت میکند، زنش میزند، زنش آزار میدهد، کودکاش آزار میدهد. بنابراین این کار نکنید. خصوصا
جوانایی که فرزنددار میشوید، فرزندهای شما 3 ساله و 4 ساله میشود، پدر و مادری که خودش بد اخلاق باشد، پدری که خودش میزده باشد، وای فرزند میتواند به جامعه یتیم فرزند صالح باشد؟ جناب حضرت مانی میگن گر شوی سرخوش تو اینجا از شراب، میچشی در دوزخ انواع عذاب. کسی که در این دنیا یک لحظه هم باشه خوش با نوشیدن عرق خرسم میکنه و فردا در پیشگاه خدا عذاب جانگداز رو میکشد. عزیزان من، دنیا این تو نیست. همین ما و شما روز پیشگاه خدا میریم. ببینه هر روز تابوت رو به قبرستان میبریم، چی جوان و چی پیر. روز با ما هم میریم، اما این رفتن در قبرستان پوسیده نابود شدن نیست. این رفتن از این دنیا به سرای آخرت است. روزی که این عالم به پایان رسید، پروردگار تمام انسان‌هایی که در زیر خاکند اونها را از نو برای حساب کتاب زنده می‌گرداند. آن دنیا را دنیای آخرت میگویند که او 2 جا دارد، یا جنت است یا دوزخ است. بندگانی که در این دنیا ایمانی به خدا داشتند، 5 وقت نمازشان خواندند، پدر و مادرشان احترام کردند، اونها را قرارگاهشان جنت است. اما کسانی که عمر خود در بد اخلاقی، در آزار پدر و مادر، در عرق نوشی و زناگاری گذراندند، اونها را جاشان زندانی پر عذاب دوزخ است. مانند که حکومتدارای امروز هم کسانی که با حکومت مهلت حلال کنند مکافاتشان میدهند و کسانی که جنایت کنند زندانشان میکنند، پروردگار هم بنده هاش این تو پرداخت. اطاعتگاراشان جنت میبرند مکافات میدهند، جنایتکاراشان زندان دوزخ عذاب میکنند. بنابراین باید این اندیشه کرد. حضرت حسن بصری میگن عجیب تو لاقوام امروا بالزاد و نودوا بالرحیل و هم یلعبون. من تعجب میکنم از آدم‌هایی که اونها را خدا امر کرده است که برای سفری در پیش ایستادن توشه تیار کن که فردا پس فردا میروی، اما اینها این امر خدا را فراموش کرده، عمرشان به بازی و به مستی گذرانده ایستاده. جوانای خوب، در اینجا جوانان بسیارتر هستید. میخواهم در باب احترام پدر و مادرم یک 5 دقیقه صحبت کنم، بعد از آن دعا میکنیم.